قاعده 109 اهمیت اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم را از خلال آیات قرآنی بدانیم. در قرآن عظیم الشان آیات زیادی اند که هر کدام به تمسک و عمل کردن به سنت های قولی، فعلی و تقریری رسول الله صلی الله علیه و سلم امر میکنند. الله متعال میگه و ما آتاکم الرسول فخذوه، آنچه را که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر شما آورده او را بگیرین، و ما نهاکم عنه، و از آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم شما را نهی کرده، از او منع کرده، فانتهوا، پس شما از او خودداری بکنین. واتقوا الله، و از الله سبحانه و تعالی بترسید. ان الله شدید العقاب، یقینا که الله سبحانه و تعالی سخت عقوبت کننده هست. بناهن ما باید بفهمیم که اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن عظیم الشان بر ما اتو بیان شده، اتو امر شده، و ما آتاکم الرسول فخذوه، اینجا امر است، بالای ما واجب است اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. بالای ما واجب است که اقوال و افعال و تقاریر رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیریم، چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرده به او عمل بکنیم، و از آنچه که نهی کرده از او خود دور بسازیم. پس گرفتن و عمل کردن و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم چی هست؟ یک امر قرآنی هست. قرآن عظیم الشان امر میکنه که او را بگیرین، و ما آتاکم الرسول فخذوه، او را بگیرین.